یه موضوع مهم، موضوع تعریف درست پروژه است. فکر کردیم اونجا چه جور جایی میتونه باشه؟ آیا ما یک شاپینگ مال به شاپینگ مال های بی مخاطب و بی هویت شهر اضافه بکنیم، یا بیایم یک مرکزی درست کنیم با یک تعریف و با یک ایده خاص؟ ما خیلی هم مراکز قابل استفاده و با کیفیت متمرکزی که بتونه خدمات بده متناسب با نوع استفاده خانم‌ها در ایران نداریم. بنابراین کمتر ایده مطرح شد که ما بیایم یک جور به گفته ایشون لیدی مال و یک مرکز اختصاصی برای بانوان تعریف کنیم. ما داریم راجع به یک پروژه حرف میزنیم که اسکلتش موجود بود، خیلی محدود بود در ابتدا و زمانی که ما وارد شدیم. هیچ روزنی، هیچ وایدی، هیچ اوپنینگی بین طبقات وجود نداشت. با این دو تا پیش زمینه ما موضوع رو ادامه دادیم و یک سکشنی از پروژه تصویر شد که ما بتونیم در طبقاتی که تصور کردیم میتونه اختصاصاً برای خانم‌ها باشه، فضاهای ورزشی، فضاهای فرهنگی، فضاهای از جنس خدمات زیبایی و رو براشون فراهم می‌کنیم. بخشی از ارزش‌هایی که ما روی فضاهای فروشمون می‌گذاریم از جنس ارزش افزوده است. بخشش با نساختن ارزش پیدا می‌کنه و لزوما ساختن معنیش و هی ساختن معنیش ارزشمند کردن یک پروژه نیست. و این پروژه به گونه‌ای خودش دو تا پروژه است، یعنی بیننده داره همزمان دو تا پروژه رو در قامت یک پروژه می‌بینه. نما و داخل پروژه، بیرون و درون پروژه اصولاً یک مرز مشخصی نداره. اون چیزی که در بالابوم نما و پوسته می‌بینید به نوعی میاد در زیر سقف و در ادامه میره توی نوع بویده و یک اتفاق دائمی و در جریان